دوستان عزیز و مهربان سلام، امید که جور سر حال سلامت باشید. ما امروز میخوایم که همون یک خاطره بسیار جالب و بسیار تلخ بر شما بگویم. دیگه دوستا شما فقط چی میشه؟ خاطره را گوش کنید که من چی میگم. دوستا یک وقت خورد بودم، بسیار خورد بودم، در اطراف زندگی میکردم. در اطراف تقریبا تا 11 سالگی 12 سالگی رو من در اطراف بودم. دمی یک 7 ساله یا 8 ساله بودم یا از او که خورتر بودم، شاید همو 6 و نیم ساله یا 7 ساله بودیم دیگه. صوبکی که هست امی کسایی که گاو داشتن گاوای خودم می بردن در دشت و در کوه ها می بردن. بازم یک وظیفه ما داشتیم. وظیفه ما چی بود دیگه؟ ما و امی یک برادر، خود دیگه کسا نمیگم، خدا میگم تنها. وظیفه ما چی بود؟ وظیفه ما نمی بود که یعنی صبحی مرا از خواب بیدار میکرد مادرم دیگه. اونجا اطراف خودتان میفهمین دیگه، دروازه نداشتیم، دروازه اولی نداشتیم، فقط یک دروازه که در خانه یک دروازه داشتیم بس خلاص دیگه. کنه خانه و اینمی از خانه گلی بود. و همین صبحی که میشد وقت مرا مادرم بیدار میکرد بگی که گوا میره. گوا کجا میره؟ گاوا میره در این علف چریدن یا مردم میبره برای اوش کردن در کوه و در دشتا که سیر کنه، پس میارن چاش پس میارن. یا بیسوکی که حرکت میکنه، پیش از این که حرکت بکنه اول مرا میخزانه دیگه، مادرم میخزانه. اگر نمی قدبگک است اجده پاوه میگفت وقت، اجده پاوه روغن سرش برودگیست، امیره در دست همیشه دیگه. هر سوکی وظیفه است دیگه، امیره برای من میداد، میگفت برو دیگه بچیم چی بیار؟ گوی گاو جمع کده بیار. دوستا بیادبی معاف باشه دیگه. یعنی می گوا که میرفت خو همون تو بیادبی معاف تا یک جای رفتم تو صبحی الا کده میرفتم دیگه. گوا چشمای خود روشن میکردن. امی میرفتم که دستای خود جمع میکردم در بین می سطلک منداختم. هر صبحی باید من دو تا سطل بیارم و در خانه خالی بکنم. بعد از او بازوایش برتان قصه میکنه. امی صبحی که میشد گوا که در حرکت میشد، امی دفتن میفهمیدم که کدام گاو چشمایش دود روشن میشه، دوم خدا بالا میگیره. امی دوم خدا که بالا میگرفت، امی دستای ما دیگه راست امی زیر تشناب گاو بود. مجد که اعلام میکرد میگرفتم در نجدپا هم انداختم. یا اگان وقتا نجدپا در دان توبی گاو برابر میکردم، میگفتم اعلام کو بچش دیگه. و اونجا اعلام میکردم، اون تو جمع میکردم و میبردم. بسیار خاطره تلخی از واقعیت از دیگه چیکار کنم بگویم باید دیگه. شما هم دلبر نشین، او یک چیزی نیست که دلبری داشته باشه دیگه. دوستا این همیت یک مشکل همیشه سر ما بود و همین وظیفه که ما بود. اما هر صبح باید من همین کارا میکردم. باز صبحی اگر نمیکردم نانمان نبود. باز اونجا چی پخته میکردن؟ کاچی جواری، اتله جواری میگفتن. امی اتله جواری رو صبحی باز بعد از اون دیگه اتله جواری پخته میکرد. اتله جواری در چه قسم پخته میشه؟ یا جوش میدی، باز آرد جواری را قلبین میکنی، در بینش یک نمک مندازی و را خوب میزنی که تا پخته شود. باز او سخت پخته میشه، باز او را کده دوغ و کده چکه و کده قرود سایده کده زو باز میخوری دیگه. خوب مزم میداد. بازو را که میخوردم با چی میکرد؟ میگفت برو دیگه بچه مینال بوته بیار. باز دیگه نمی چی را دیگه دمی پشته که من میداد ریسپانه میگفت دیگی یک دانه نانک دیگرم در دسمال پیچ میکردم دیگه، دمی کمر خود بسته میکردم، میرفتم در کوه دیگه. در کوه میرفتم بوته بیارم. بزن تا ساعتای 2 بجه، این ساعتای 12 1 بجه میشد من گشنه میشدم. گشنه که میشدم اونمون نانگه میگرفتم. اگر اونجا او پیدا میشد خوب، اگر نمیشد می آمدم در لبای دریا خو نبود و دشت و گل. این یک سای بود، یک جر که مثلا سیل رو است و می آیدم و سیل در اونجا که می آمد سیل، اگان جای می پالدم که اگان جای چخری باشه در اونجا سعی میکردم که اوام خیت است دیگه، دازمو او دیگه زده برو دیگه، چاره نیست. یگان وقتم نان خشکم تو زدم میرفتم. بعد از اون باز ابو بوته را دیگه باز جور میکردم، پشت کردم می آوردم در خانه بوته را که می آوردم. باز دیگه باز میرفتیم دیگه تب خوش. باز میرفتیم، یا تشلای بازی بود یا شیقای بازی بود.
یا دنده توپ بود یا فوتبال بود، یعنی کارها را میکردیم دیگه دوستا. این یک خاطرهای بسیار جالب دارم دیگه. از این به بعد میخوایم که خاطرهای جالب دیگه خودم برای شما بگویم. شما نظریات خود حتما در واتساپ ما شریک بسازید دوستان نهایت عزیز دیگه. جور سلامت باشین. خدا حافظ و نگهدار شما عزیزای دل.